بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از مردن شما زنده گردانیدیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و ابر را بر شما سایبان ساختیم و بر شما من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید. به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم میکردند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و به یاد دارید وقتی را که گفتیم در این شهر داخل شوید و از چیزهای فراوان آنجا سیر بخورید و به دروازه با فروتنی درآیید و بگویید خدایا گناهان ما را بیامرز، در حالتی درآیید که در کردار و گفتار خود خاشع و متواضع باشید تا خطاهای شما را بیامرزیم و پاداش نیکوکاران را بسیار سازیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما ستمگاران آن کلمه را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند. بنابراین ما به ستمگاران به سبب فسقی که مرتکب می شدند عذاب را از آسمان فرو فرستادیم.